مرد اساسی و مرد حقانی و مرد مسلمان باید رشک داشته باشد، رشک اسلامی داشته باشد که یک مرد چه حق دارد که با زن من سلام میکند. این حالت دیوسی و بیغیرتی ما و شما را نشان میدهد که زن ما و شما با طلبش سلام میکند، با همسایش سلام میکند، با یگان آدم نیکاره سلام میکند. این دیوسی ما و شماست. در یک خانه یک مرد مهمان شده است. بعداً همون مردم یک مرد بی‌غیرت فرمان داده است برای زنش که دسترخوان بیار. چگونه ای که در خانه ما مردم الها زنها و دخترهای ما و شما خدمت میکند، این قطعیاً منع است. نخواه که زنی تو در پیش رفیقی تو خدمت کند، او خم می شود، راست می شود.